سلام خدمت دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فروردین. ببین قشنگم، اگه بیمار هستی به زودی سلامت خودت رو باز میابی، به زودی زندگی خوبی با خانوادت خواهی داشت، توی کار سود خیلی خوبی نصیب تو میشه. یکی از کسایی که بهش کمک میکنی بهت بدی میکنه که خیلی زود پشیمون میشه. اگه قصد سفری داری برو عزیزم، سفر خوبی خواهی داشت. سعی کن توی کارهای خیر پیش قدم باشی و اینکه از جایی که انتظارش رو نداری بهت پول میرسه، پس خداوند رو شکرگزار باش و سعی کن که کمتر غر بزنی توی زندگی. و اینکه به خاطر انجام یه کار خوب و خیرم میافتی سر زبون‌ها عزیز دلم. میریم سراغ اردیبهشت. اردیبهشت ماهیای عزیزم، آنچه را که نیت و آرزو کردی بهش میرسی. طالعت روشن عزیزم. از کار خوبی بهره مند خواهی شد اگر دنبال کار میگردی. دوستای خوبی دورت هستن، قدرشون رو بدون. با خانوادت بیشتر وقت بگذرون عزیزم. اگه قصد خرید خونه و یا ساخت خونه رو داری بهش عمل کن که به صلاح و نفع شماست. سعی کن این روزا یکم روی اعصابت کنترل داشته باشی و به قولی زود عصبی نشی. روزای خوبی در انتظارته و اینکه میرسی به هر چیزی که میخوای. خب و اینکه گشایشی میبینم توی بختت اگر مجرد هستی. میریم سراغ خرداد ماهیای عزیزم. ببین عزیزم، برای شما گشایش افتاده توی کارت، توی زندگی، توی بخت و اقبالت، یعنی هیچ بستگی نمیبینم برات امروز. از کسی ناراحتی، رنجیده هستی، ولی سعی کن که باهاش صحبت کنی و صادقانه خواسته‌هات رو بیان کنی. سعی کن از دوست‌ها و اطرافیانی که تنگ نظر و حسود هستن دوری کنی عزیزم تا بتونی از شرشون در امان باشی. سعی کن که توی این روزا بیشتر به خدا نزدیک بشی، شکرگزار باش. ایشالا که میرسی به هر چی که نیت داری، خواسته داری و روزهای روشنی در انتظارته. با لایک و کامنت حمایتم کنید که برای 3 ماهه بعدی هم پست آماده کنیم.